بک صبور رئیس خدمات علاقه دستور داده است که دوام یک هفته آن منطقه های تاجیکستان انیق کرده شوند که دسترسی به اینترنت و علاقه در آنجا بد است. به نوشته خبرگزاری آزیا پلوس، بک صبور از شرکت های مخابراتی خواسته است برای تامین اهالی با اینترنت بلند سرعت دست به کار شوند. هفته گذشته علیشیر میرزان‌آباد رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان هم از صفت پست اینترنت در این ولایت نگرانی کرده بود. انتقاد از سرعت پست اینترنت و نرخ بلندی آن در یک سال اخیر حداقل 2 مرتبه از زبان رئیس جمهور امام علی رحمان هم صدا داد. امروز می رویم از مردم بپرسیم که در یک سال اخیر صفت اینترنت در تاجیکستان بهتر شد و یا بدتر؟ بهتره. میگافون کسی کدام جهت؟ مثلا نرخ ارزان شد یا سکورسش بلند شد؟ نه سکورسش بلند شده دیگه. همین میگافون است سکورس بلند نزه. اما شکایت ها زیاد است که اینترنت میگافون قطع می شود. نه یکم چی نمی شود. کی میگه بخدا ممکن دروغ بگه. باور که همین مهلت همین یک هفته شد که به حد خوب نیست. همین اینترنت خوب نیست در مقصد. نمیدونه این مقصد که با روسیش بگیم کروتید میکنه نمیشه واقعی مقصد همین اینترنت. همین مقصد گپ زدن اودی هم نمیشه. اصلا در کدام وقتی روز همین حالت بود؟ اصلا همین ساعتی مقصد 8 صبح سر میشه و 8 صبح. خیلی مقصد تو همین ساعت 4 5 صبح خوبه شب. مقصد همین در وقتی کاری از ساعت 8 مقصد سر میشه اینترنت کار نمیکنه. شما در یک ماه چند پول صرف میکنید برای اینترنت؟ ما در یک ماه 120 تومان در همین اینترنت صرف میکنم. روزی نیستید؟ روزی نیستیم، نمیشه واقعا نمیتونیم درآمد هیچ جا نمیتونیم. این احوال فقط در دوشنبه است یا وقتی منطقه هم میرید؟ در شهر وحدت، من خودم از ساکن شهر وحدتم. این همین در هم در دوشنبه میبینم هم در شهر وحدت همین کارا که مقصد اینترنت به حد خوب نیست. کدام شرکت؟ میگافون. نمیدونم یکون وقت سوزه اسکورسش یکون وقت بیزه دیگه هیچ نه سوزه. بعد کدام وقت بیزه میشه؟ خیلی یکون وقت نموسنوی و بالاتر در زندگی میگیم اونجا ستاره. Не майсови чи боше старая. Ну, как вам сказать, меня устраивает. А, конечно, учеников, которые пользуются интернетом, наверное, не очень. Но финансовое положение нас не позволяет брать более высокие скорости, потому что это все равно дорого. Бата. Вообще кор намекунам. پیشنهاد شما چیه؟ هیچ خوب کردن کم تا خوب کنن شاخص تا پیشتر چه خیل بود حاز چه خیله؟ پیش تو ستار بود از خیلی باید براتر شده بعد شده بعضی شبها کمتر سوس میشه و دو نه که با روز سوس میشه شبانه سوس میشه در حقیقت نه که روزانه نرم شروع کار میکنم. گاهن خیلی خوبه گاهن هم کمتر سست میشه از نظر سرعت. حتی من شرکت اتصال استفاده میبرم میگافون هم دارم میگافون الان خیلی بد شده حاضرش خیلی بده. یکون نرخ بلندش هیچ گم نه ناس کار کنه شده یک کار میکنن یک کار نمیکنن هر خیلی